سلام دوست عزیز، شاید تو هم یکی از کسانی باشی که همیشه با سردرد سر و کار دارد، مخصوصا وقت زیاد کار میکنی، کم میخوابی و زیاد زیر فشار و استرس هستی. سردرد یک مشکل بسیار رایج است اما همیشه ساده نیست. امروز میخواهیم در مورد سردردی عادی و مایگرین صحبت کنیم و همچنان هشدار بدهیم که بعضی سردردها ممکن است علامت یک مریضی بسیار خطرناک باشد. سردرد عادی چیست؟ گاه سردرد فقط به خاطر خستگی، گرسنگی، کم‌آبی یا فشارهای روانی میتونه پیدا شود. معمولا این سردردی ها بعد از استراحت، نوشیدن آب و خواب کافی بهتر میشه و رفع میشه. اما مایگرین فرق دارد. مایگرین یک نوع خاص سردرد است که معمولا در یک طرف سر حس می شود و ممکن است با تهوع، حساسیت به نور و صدا همراه باشد. بعضا قبل از شروع مایگرین شخص نقاط نورانی یا جرقه مانند در ساحه دید می بیند که این را اورا می گویند. مایگرین ممکن است ساعتها یا حتی روزها دوام کند و فعالیت های روزمره را مختل بسازد. برای سردردی های معمولی و مایگرین چه کار کنیم؟ آب کافی بنوشیم، به موقع و مقدار کافی استراحت کنیم، غذای سالم بخوریم، از سر و صدای زیاد و نور شدید مثل نور موبایل، کامپیوتر و تلویزیون دور باشیم و اگر لازم بود داروهای ضد درد مثل پاراستامول یا بروفین میتوانیم استفاده کنیم، ولی بهتر است استفاده از دوا با مشوره کارمند صحی صورت بگیرد. حالا سوال مهم است: چه زمان سردرد را باید بسیار جدی بگیریم؟ گاه سردرد نشانه مریضی های بسیار خطرناک است، مثلا تومور یا سرطان مغز که سردردی از باعث تومور مغزی با گرفتن ادویه ضد درد یا مسکن رفع نمی شود. خونریزی داخل مغزی، سردردی از باعث خونریزی داخل مغز بسیار شدید و ناگهانی شروع می شود. شدت درد به حد می باشد که مریض در زندگی خود چنین سردردی را هرگز تجربه نکرده. مننژیت یا التهاب پرده های دماغ، سردردی از باعث مننژیت با تب، استفراغ و شخی گردن همراه می باشد. و مشکلات شدید چشم یا تغییر نمره چشم هم میتونه سردردی ها را ایجاد کنند. اگر با سردرد علائم چون تب و لرزه، تهوع یا استفراغ دوامدار، اختلال در بینایی، تکلم و یا اختلال در حرکت دست و پا، بیهوشی یا خواب آلودگی غیر طبیعی، سردرد ناگهانی و بسیار شدید را تجربه کردین یا نزد کسی مشاهده کردین، باید فوراً به کلینیک یا به شفاخانه و یا به دکتر مراجعه کنید. سردردی را دست کم نگیرید، همه سردردی ها یکسان نیستند. گاه دقت ما می تواند زندگی ما یا یکی از عزیزانمان را نجات دهد. با آگاهی زنده بمانیم، با مشوره درمان کنیم. اگر این ویدیو برایت مفید بود لطفاً آن را با دوستانت شریک بساز و این چینل را سابسکرایب کن. شاید کسی همین امروز به این معلومات نیاز داشته باشد.